حالا میخوام نکاتی رو بهتون بگم که شاید به درد شما هم بخوره. بیا این ترازشو بذار. دمت گرم. سلام، شریف فرادی هستم از مجموعه زینوبان. در خدمت شما هستم امروز تا بتونم با ارائه یک مشاوره خوب شما رو برای انتخاب بهترین نوع تیغه و موتور برای کرکر برقی راهنمایی کنم. در خدمت دکتر مسئلیان هستیم در داروخانه دکتر نقره‌ایان. افتخار دادن و ما چند دهنه کرکره برایشون اندازه زدیم. حالا میخوام نکاتی رو بهتون بگم که شاید به درد شما هم بخوره. با ما همراه باشید. خب همونجوری که میدونید انواع مختلف تیغه توی بازار هست که حالا از بحث اصلی و فیک بودن این تیغا بگذریم، میخوام بدونیم که اصلا چه تیغه‌ای برای چه جایی مناسبه. معمولا دهنه های کرکره ابعاد مختلفی داره. شما ممکنه یک دهنه کارتون 1 متر باشه، ممکنه 5 متر باشه، ممکنه 7 متر باشه. شما اینجاست که باید انتخاب کنید چه تیغه‌ای مناسب اون کرکره است. اگر کرکره شما زیر 2 متره، خب هر تیغه‌ای کار شما رو راه میندازه، حالا تیغه سبک وزن باشه یا سنگین وزن باشه. ولی اگر ابعاد کارتون بزرگه مثل اینجا، سعی کنید حتما از تیغه‌های مارک و برند استفاده کنید که تیغه آکرول به نظر من یکی از بهترین تیغه‌های توی بازاره، به شرطی که تیغه اصلی رو بگیرید. من در ویدیویی به شما خواهم گفت که چطور فرق تیغه اصلی و فرعی رو از هم تشخیص بدید. یه چند نکته رو لازمه در رابطه با اندازه زدن کرکره به شما بگم.